آل الله متعال ای را بیان میکند که فلما احس عیسی، خب وقتی که به اینا بیان کرد، حقایق برشان گفت که معجزات است و من نبی بر حق هستم، آلیات دیده کفر کردن. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون. هر وقت که احساس کرد، معلوم کرد عیسی علیه السلام منهم از یهودیا الکفر، کفر و انکار، قال گفت من انصاری الی الله، کی است که نصرت کنه مرا در دعوت به دین الله. قال الحواریون، گفتن حواریون نفرای خاص، نحن انصار الله، ما مدد کننده دین الله هستیم، آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله، و اشهد باننا مسلمون، گواه شو به اینکه ما تابعدارت هستیم، از برای حکم الله مسلمان هستیم. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، ای رب ما ایمان آوردیم به اون کتابی که تو نازل کردی و تبعنا الرسول، تابعداری کردیم پیامبر را، فاکتبنا مع الشاهدین، نوشته بکن ما را به همراه گواهی دهنده و دعوت کننده ها. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین، دا چل و فریب جور کردن، دسیسه و توطیه به هلاکت عیسی، و مکر الله، الله تدبیر گرفت به نجات عیسی علیه السلام، والله خیر الماکرین، الله بهترین تدبیر کننده است. خب در اینجا الله ای را بیان میکند که واقعی عیسی علیه السلام بیان کرد که اینا را دعوت داد، معجزه های مختلف که تو معجزات دیگه به هیچ نبی داده نشده، زیرا یهودی ها بسیار کافرای خطرناک بود، الله معجزات بسیار قوی را داد، مرده زنده شده. فکر کنید که هیچ کس نمیتونه این کار کرد. اینجاست که اینا چی کردن؟ انکار کردن. وقتی که انکار میکنن، کفر، تصمیم قتل عیسی علیه السلام میگیرن. اینجا عیسی علیه السلام از بعد مؤمنین مدد میخواهد. کی مرا نصرت میکنه به خاطر دعوت به دین الله، مبارزه علیه کفر؟ بعضی ها پیدا میشه، اونا توطیه میکنن که عیسی علیه السلام به شهادت برسانن، الله عیسی علیه السلام به آسمان ها میبره. حال دمیجم بیان میکنه. اینجاست که عیسی علیه السلام میره به طرف آسمان ها و اینا به محالت خود میمانن و همی تو کافر ذلیل تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و آمد ایمان ناوردن. سبب نزولش میگه ایست که هر وقتی که وفد نصارای نجران آمد به امرای رسول الله صلی الله علیه و در ارتباط عیسی بحث کرد و قالو گفتن لرسول، به رسول الله صلی الله علیه و گفت ما لک تشتم، چرا تو رفیق ما را دشنام میدی؟ عیسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و قال ما اقول، ما چی میگم؟ فقال گفت که انه عبد، تقول میگویی بنده است. بنده. عیسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و میگه بنده، میگه دشنام ندی. حالی که ما میگیم نه. امام ابو حنیفه رحمه الله بشر بود، انسان بود، مجتهد بود، عالم بود، خطا میکنه، اشتباه میکنه، میگه او دشنام نه، توهین نکن. توبه. اگر نی حقیقتا این خود توهین نیست. این گفت بنده است، گفت دشنام میدی. تقول قال رسول الله عجل انه عبد الله، رسول الله صلی بله این بنده الله و رسولش است و کلمتو، کلمه الله است که به کلمه کن القا الی الوزراء البتول، الله ای را به دختر جوان که مریم بود روان کردگی است. فغضب و غضبناک شدند و قالوا گفتن هر رایت انسان قط من غیر اب، کدام انسانی را دیدی که پدر نداشته باشد؟ اینا قار شدن. رسول الله صلی الله علیه و گفتن خب تو کدام انسانی را دیدی که پدر نداشته باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و برش میگه اگر راست هستی گفت به ما نشان بده. الله یا تنازل کرد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، صفت و حالت عیسی به پدر پیدا شدن مثل آدم است. خلقه من تراب، الله آدم از خاک پیدا کرد، ثم قال لو کن فیکون، موجود شو موجود. این گفت آدم علیه السلام که میگه برش گفت سرایشان پایین شد، رسوا شدن و رفت. خب این ایمان بیارید. حال شما اگر میگین این پدر نداره خداست، خیلی آدم هم خدا جور کنین، نه؟ آدم علیه السلام هم عبادت کنین اگر می دلیل باشه. پس الله متعال در اینجا رد میکنه به بالا. فلما احس عیسی منهم الکفر، هر وقت که احساس کرد عیسی علیه السلام استشعر، یعنی خبر حاصل کرد از یهود تصمیمشان به کفر، احساس کرد و استمرار به ضلالت و اراده قتلشان. دو تصمیم، یک کفر، انکار از نبوتش، دیگه تصمیم قتلش گرفتن. قال من انصاری الی الله، قال گفت عیسی علیه السلام کیست که من نصرت میکند
بخاطر دین الله. من انصاری فی الدعوه الی الله، در دعوت به دین الله کی نصرت میکنه؟ مجاهد میگه من یتبعونی الی الله، کی تابعداری مرا میکند به دعوت به دین الله؟ کی به همراه ما یک جای میشه؟ یعنی انبیا از امتی های خدا کمک خواستند. کی که ما یک جای میشه در دعوت؟ کی به همراه ما میاد؟ مثل که حال ما علما خب به تنهایی نمیتونه. راه دعوت کار اسلام جمعی است، خب فردی نیست. این کسی کار فردی میکنه جاهل است. کارهای فردی کل ما شما جمعی باید کار کنیم. جمعا شما در پالی ما در پالی شما. غم ما مشترک، خوشحالی ما، مصیبت میاد باید که کل ما دست ما یکی باشه، متحد باشیم. اینطوری که غم آمد گم شویم، در خوشحالی پیدا شویم، در غم گم شویم. این صفت امتی ها سابقا هم نبوده. این امت خب بسیار امتی است که الله ای امت هم میگه که هر کدامیتون کار نبی را باید پیش ببریم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما برای کل انسانیت بیرون شدیم. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. زندگی لازمی شخصی صحیح نیست. زندگی ما باید متعدی، خودسازی نباشه، غیر ساز دیگران هم بسازیم. اول خودسازی است با دیگران. وظیفه ما و شما است که کار انبیا را باید پیش ببریم. کل ما. کیست که مرا نصرت کند در دعوت دین الله؟ قال الحواریون، حواریون مؤمنین اصفیا، صاف و پاک بودن از اتباعش. بعضی میگه که اینا چیز بودن، کالا میششتن، لباس ها را میششتن، خب کاریگر بودن، کاریگر لباس شوی بودن، لباس میششتن. حال خوشکشوی که میگن، نه خوشکشوی بودن اینا، لباس ها را پاک میکنن. گفتن نحن انصار الله، ما انصار الله، یعنی انصار دین الله، ما دین الله را نصرت میکنیم. سعی که الله از اینا چقدر داخلی کتاب خود یاد میکنه. هر کسی دین الله را نصرت کنه الله او را بسیار دوست داره. این از اینا یاد کنه. ما دین الله را نصرت میکنیم. این کسایی که میخوره و خواب میشه و میگرده و میگه ما را چی به دیگران، خدا خود ما بخشه و فامیل ما، این مردم ها حیوان واری زندگی دارن. خدا میگه حفظ کو ما را چی به دیگران، عیسی به دین خود و موسی به دین خود، تو در قبر من نمیری و من در قبر تو نمیرم. نه. آمنا بالله، ایمان آوردیم ما با الله، تصدیق کردیم و با آنچه که تو آوردی. با الله ایمان آوردیم و با آنچه که تو آوردی. و شهد گواش و عیسی علیه السلام میگه بأننا مسلمون، به این که ما منقاد هستیم بر رسالتت و مخلص هستیم در نصرتت، کمکت میکنیم. ما برو گفت بیان که ما با همراهت هستیم. باز اینا که عیسی علیه السلام یک جای میگشت، همیشه حواریونش بود و کسی برش ضرر رسانده نمیتونست. مثل که یک مولوی نه در یک جای میره 50 نفر کتیش باشه تو جوانا حق بیان کنه، هیچ کس چیز گفته میتونه. مخالف هم باشه چیز کده نمیتونه. میگه والا کاش که می نفرها نمی بود باز ما که تازی گپ میزدم. اگر تنها باشد میگه برو تنها بزنیش. هر نبی حواری داشت. رسول الله میگه لکل نبی حواریون، هر نبی حواری نفر خاص دوست خاص داشت نصرتش میکرد. و حواری زبیر ابن عوام، میگه حواری ما زبیر است، یعنی او را خاص کردگیست که مرا خاص نصرت میکنه. ولی رسول الله سلام خو صحابه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بسیار با رسول الله سلام بودن سخت، که حتی که وقتی که سوال کرد رسول الله سلام صدا کرد که من میرم شب اجرت میکنم، کی در جای من خواب میشه؟ حضرت علی. نه یا علی رضی الله عنه، حضرت نمیباشه، حضرت جایز نیست، ناخ حضرت گفتم در زبان ما مانده. علی گفت که من میرم در جایت. این خب مرگ بود، در جایش خواب میشه و یک دفعه چادر بالا میکنه میزنه شمشیر، یا نه بالا کده میزنه. وقتش پوره نبود چادر بالا کردن که علی است. وقتی که جنگ تن به تن میشد میون نفرای تن روان کنیم یکی بیرون میشه، علی میگفت من. و همین قسم دیگه صحابه. طلحه وقتی که مشکلی که در جنگ احد آمد کل این گریخ گفت کیست که نزدیک ما میاد؟ طلحه دستای خدا پیش میکرد، این دست خدا، این بدن بیش از 70 زخم خورده. رسول الله هم بیهوش بود، در رویش زریش در رویش خود داخل شده بود، دندانایش هم میده شده، ولی از میدان جنگ فرار نکرد. طلحه خدا میدوید، علی هم در میدان بود، بسیاری گریخته بود از صحابه.
میشه که انبیا دیگه کسا بودن، اونا کار فردی نکردن، کارشان جمعی بود. فلما حس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی الله. باز چی گفتن؟ واشهد بان مسلمان از این فهمیده میشه که دین اصلی اسلام است، تابعدار، ما اسلام قبول کردیم. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول، ای رب ما ایمان آوردیم به آیات تو، بما انزلت آنچه که نازل کردی، تورات و انجیل، و تبعنا الرسول تابعداری رسول تا کردیم عیسی علیه السلام، فاکتبنا نوشته بکو ما را مع الشاهدین، از جمله کسایی که با وحدانیت و رسالت نبی شاهدی میده، ما را دو جمله نوشته بکو. الله از مکر از اینا گپ میزنه، و مکرو و مکر الله، و مکرو اراده کردن قتل عیسی علیه السلام به چل و فریب، الله ای را نجات داد از شر از اینها، بعد آسمان بلندشان کرد. و مکر الله، الله هم تدبیر نجاتشان گرفت. و این خائن و مشابه از این انداخت که یهوذا نام داشت، الله هم تدبیر کرد. یعنی اینا خواستن که عیسی علیه السلام قتل برسانن. یک نفر آمد که پیش عیسی علیه السلام داخل شد. بعضی میگه همون کسی که حمله کرده بود سر عیسی علیه السلام در اتاق اول همون آدم داخل شد. که داخل شد الله عیسی علیه السلام بالا کرد، همون آدمی که اول داخل شده بود سر عیسی شکلش مثل عیسی جور کرد. یا که داخل شدن عیسی نبود، امی بود، اون قماندان بود. این قماندان گفتم بگیرین این نمیست، گفت هرچی گفت من قماندان هستم، ما نیستم، دار آویزانش کرد. خودت هستی گفته الله تو جزا دادم قماندان شد. یک روایت اینه میاد از باب مشاکله. علامه کی میگه این روایت؟ علامه قرطبی میگه که الله از جنس خودشانه، و مکرو و مکر الله، تدبیر جور کردن، چل و فریب، دسیسه، توطیه به قتلش، الله هم تدبیر نجات کرد، خود و آدم حلاک. اگر که این روایت دیگه است که از جمله حواریین گفت که کیست که میخواد الله او را هم شکل ما بسازه در آخرت برش جنت باشه، من میرم آسمان، او گفت من است. باز عیسی علیه السلام رفت هم شکل عیسی را در دار زدن، حالی که ببینین صلیب نه، در دار آویزان است، هم شکلش زدن. والله خیر الماکرین، الله قوی ترین تدبیر کننده است که حلاکتشان بر خودشان انداخت. الله ممکر لی ولا تمکر علی، یا الله به نفع ما تدبیر جور کو به ضرر مانی. الله ممکر لنا ولا تمکر علینا. مثلا سعی کنین سپاره 6 در اونجا کمی توضیح میره داده، با تفصیلی تفسیرش میگم. لا يحب الله الجهر بالسوء، امیات سعی کنین. سوره النساء در 156 چی میفرماید الله؟ و به کفر و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، بسبب کفرشان و سخنشان به مریم بهتان بزرگ. بهتان بزرگ یهودیا چی بود؟ میگه فی علیه بالله زنا کرده اولاد عیسی علیه السلام حرامی میگن یهودیا. و قولهم انا قتلنا المسیح 157 سپاره 6 برتان گفت سخنشان انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، ما کشتیم مسیح عیسی فرزند مریم که رسول الله است. این جرم الله چی میفرماد؟ و ما قتلوه نکشتن عیسی را، و ما صلبوه در دارم نزدندش. حال نشان میتن که در دار زدیم، نه تو چوب، صلیب، در صلیب آویزانش کردیم. ولکن شبه لهم، لیکن مشابه شد از برای از اینها، هم شکل شد یک انسان دیگه. او یا هم قماندان بود که داخل شد، هم شکلش شد، امور در دار زدن. با شک چطور کردن؟ و این الذین اختلفوا فیه لفی شک من، کسایی که اختلاف کردن در مرگ ازی در شک هستند. در شکی شد که یا 12 نفر داخل شدند. خب 12 نفر، یا قماندان 11 نفر. وقتی قماندان کشته شد 11 تامون، بعدش گفت که اینمی حساب گفت اگر میبخواه یک نفر دیگه ما چی شد؟ گفت شاید تو کدام جای رفته باشم، ما چی شد؟ شک کردن. ما لهم به من علم، نیست از برای اینا کدام علم، یعنی دلیل یقینی وحی، الا اتباع الظن، مگر تا بیداری گمان. و ما قتلوه یقینا نکشتن عیسی علیه السلام، بر رفع الله الیه، بلکه الله به طرف خودی را بلند کرد. حال داسمان است، حدیث صحیح است، آخر زمان پایین میشه، دجال میکشه. و کان الله عزیزا حکیما، الله از غالب صاحب حکمت. این در آیت دیگه هم الله میفرماید
و اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورا والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اذ قال الله وقتی که گفت یاد کو زمانی را که گفت عیسی علیه السلام که گفت الله گفت چی گفت فرمود یا عیسی عیسی انی متوفیک بدون شک ما پورا میگیرم تو را و رافعک الی بلند میکنم تو را الی به طرف خود و مطهرک من الذین کفروا پاک میکنم تو را از کافرا و جاعل الذین اتبعوک میگردانم تابعدارای تو را فوق الذین کفروا در بالای کسای کافرا هستند الی یوم القیامت تا روز قیامت ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فيما کنتم فيه تختلفون باز خواست به طرف ما بازگشت شماست فیصله میکنم در بینتان در آنچه که شما اختلاف کردین فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا هرچه کسای کافر هستند عذاب میتم اینا عذاب سخت فی الدنیا و الاخره در دنیا و آخرت و ما لهم من ناصرین نیست برای از اینا مددگار کسی نصرتشان کده نمیتانه که از آتش نجاتشان بده. و اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم هرچه کسایی که ایمان آوردن عمل صالح کردن فيوفيهم اجورهم پورا میته الله ثواب از اینا را والله لا يحب الظالمين الله دوست نداره ظالما را. ذلك اینمی بیانات نتلو بیان میکنیم ما علیک به تو ای پیامبر ای خاتم النبیین من الآیات از آیات و ذکر الحکیم پندی که دی حکمت است. ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بدون شک صفت عیسی به نزد الله كمثل آدم مثل صفت آدم علیه السلام است. خلقه من تراب پیدا کرد الله آدم از خاک ثم قال له كن فيكون باز گفت برایش موجود شو فيكون موجود شد. الحق من ربك فلا تكن من الممترين حق از جانب رب تو است فلا تكن نشو تو از جمله شک کننده. الله در اینجا این را بیان میکنه که عیسی علیه السلام اینا تدبیر کردن ولی ما نجات دادیم. آل طریقه نجات هم میگه که چی است؟ بالاش کردیم در آسمان ها. اس قال الله یاد که وقتی را که گفت الله یا عیسی ای عیسی انی متوفیک بدون شک ما پورا میگیرم. توفی به معنای پورا گرفتن آمده در بسیار آیت ها میاد به معنای وفات هم میاد به معنای پورا گرفتن هم میاد. مثلا الله یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها الله میمیراند نفسها را در وقت مرگش و او که نمیمرد. خواب هم الله توفی گفته وفات گفته در حالی که مرگ نیست. بسیار آیت های دیگه هم میتونه است. هم یک آیت یک شاهد است برازی متوفی که یعنی پورا میگیرم تو را و رافعو که الیه بلند میکنم تو را به طرف خود. از رفع فهمیده میشه که الله در آسمان ها بلندت میکنم. باز چی میکنم؟ وقتی که در آسمان بلندت کردم باز در زمین کامل ثم ممیتو که باز تو را میمیرانم بعد از اینکه کامل تو را گرفتم. بعضی هم میگن که در اینجا عبارت پس و پیش هستی تو اس قال یا عیسی اینی رافعک الیه و متوفیک ولی دیگران میگن نه توفی به معنی پورا گرفتن پورا یعنی با جسم روح بالایت میکنم به طرف آسمان ها میگیرمت و بالایت میکنم. الله از قبل برش گفت و مقصود در اینجا بشارت بود به نجاتش از یهود. از پیش برش را خبر داد که تو وار خطا نشی ما تو را میگیریم با آسمان میبریم بدون کدام تکلیفه. اگر که قطاده میگه که اینجا مقدم مؤخر است تقدیرش است که انی رافعک الیه ثم متوفیک و تبری هم را ذکر کرده و دیگران میگن نه که اس قال الله یا عیسی انی رافعک الیه و مطهرک من الذین کفروا و متوفیک بعد انزال یاک لدن بعد دنیا که است تو را وفات میتم. ولی معنای امی آسانش است که متوفیک با روح جسد تو را میگیرم و رافعک الیه بلند میکنم به طرف آسمان تو را و مطهرک من الذین کفروا پاکت میکنم از کسای کافر است. پاک چی؟ یعنی از اشراری که اراده قتل تو را دارن میخوان تو را بکشن. دیگه ای که کسایی که تهمت میکنن از این تو را پاک میکنم
و جایل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، میگردانم کسایی که تابعداری تو را کردن، اتباع تو را که ایمان آوردن بر تو تابعداری کردن، فوق الذین کفروا، به بالای کسایی که کافرا هستند، به نبوتت انکار کردن در روز قیامت. چه معنی در روز قیامت؟ فوق الجنت در بالا می باشه، الجهنم در پایین می باشد. پس اتبعو که چه معنی؟ تصدیق نبوتت کردن و به طریقه تو زندگی کردن. پس هر نبی که میره تابعداریش فرض است. و جائل الذین اتبعو که کسایی که تابعداری تو را کردن. فوق الذین کفروا کی بود؟ یهود بود. میفهمیدن که اینا این پیامبر بر حق است، ایمان ناوردن. وقتی که ثم الی مرجعکم، باز به طرف ما بازگشت شما است که میین پیش ما، مسیرتان فاحکموا بینکم، فیصله میکنم در بین شما در روز قیامت، فیما کنتم فیه تختلفون، در آنچه که اختلاف کردین در ارتباط عیسی. بعضی امیال میگن علیه بالله خدا، و بعضی میگن نه یک آدم بد بود و ولد زنا بود، در بین یا فیصله میکنم. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره. خب در روز قیامت که میری زنده میشی، چیز هرچی کسای کافر بودن به نبوت تو، مخالف بودن از برای دین و آیین کتابت، فاعذبهم عذاب میتم مینار عذابا شدیدا، عذاب سخت فی الدنیا، در دنیا، والآخرت در آخرت. در دنیا عذاب سخت چیز قتل و دیگه کنیز شدن، در آخرت عذاب آتش است. و ما لهم من ناصرین، از برای از اینا مددگار نیست. امیال هم خو یه ذره یا زور دارن، سابق بسیار یا تکلیف ها را دیدن، امی یهود نصارا، باز این مصیبت می اثرشان، باز هم تو میشن. و ما لهم من ناصرین، ناصره که مدد کننده که اینا را از عذاب الله نجات بده. و اما الذین آمنوا، هرچی کسایی که ایمان آوردن به کی ایمان؟ به عیسی علیه السلام، به همه انبیا، به قرآن هم ایمان آوردن، به آخری پیامبر ایمان آوردن. و عمل صالحات، عمل صالح کردن. ایمان و عمل اینی سبب نجات میشه. عمل صالح مطابق وحی، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و عمل کردن با اخلاص، فیوفیهم اجورهم، پورا میدهد الله ثوابهای از اینا را. والله لا یحب الظالمین، الله دوست نداره ظالما را. ظالم در هر جایی که باشد الله محبت نمیکنه، نفرت داره از ظالم. ظالم اول ظالم کافر مشرکن، باز ظلم عملی آمد. ذالک، الله میگه نمی خبرهایی که هست ما برای تو گفتیم، واقعی عیسی علیه السلام مادرش بیان کردیم تا مرگش، تا اینکه در آسمان رفت. نتلوه علیک، بیان میکنیم ما را به بالای تو، من الآیات، از آیات احکام الله است، آیات قرآن کریم است که باطل از پیش رو پیش سرش نمیاد. و ذکر الحکیم، ذکر حکیم است، ذکر پند و نصیحتی که در حکمت هاست و بسیار فواید است. یکی از نامای قرآن ذکر است، انا نحن نزلنا الذکر. ان مثل عیسی، بدون شک اینجا رد به بالای امی نصرانی است که وا گفتن کسی است بدون پدر باشه. الله گفت ان مثل عیسی، شان عیسی، حالت عیسی که بدون پدر پیدا شده، عند الله، پیش الله، که مثل آدم، مثل آدم است. یعنی بسیار چیز عجیبه نیست. آدم عجیب است اگه این گپ باشه، نه پدر داشت نه مادر. این خوب مادر داشت، خلقه من تراب، خلق کرد الله آدم علیه السلام بدون پدر و مادر از خاک، ثم قال له کن فیکون، آدم با کلمه کن پیدا شد، موجود شو، فیکون موجود شد. یعنی کدام چیز عجیبه نیست که شما ایره خدا جور کرد. خیلی آدم علیه السلام چی میگه؟ چی یک دلیل قویه گفتن. الحق من ربک، در آخر الله میگه هذا القول، اینمی قولی که برات بیان شد حق است از جانب ربت. اینجا خبر مبتدای محذوفه، اینمی قولی که برات بیان شد درباره عیسی، این از جانب ربت است، گپ کسی نیست، نظر کسی نیست. فلا تکونن من الممترین، نشو از جمله شک کننده، شک نکو که عیسی بنده الله بود، رسول الله بود، الله ایره نجات داد. و بنی اسرائیل کافرای بسیار ضدی و نادی بودن، با حق معجزات ایمان ناوردن. قال فمن حاجك فی من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم ونسانا ونساكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین. در این آیت الله میگه اگر بعد از یوم قبول نمیکنن، مناظره بحث میکنن، هی بگو بیا که مباهله کنیم. مباهله چی را میگه؟ دعای شر به مردمای ناحق. فامیلتان بطلبین، اولادایتان بطلبین، زنایتان، خودتان دعا میکنیم یا الله هر کسی که حق
او را نجات. هر کی که باطل است همیشه هلاکش کن. این را مباهله میگن. بعد از اینکه قدلایل برات گفته شد قبول نداری. اینا نشد نامدن. بیش از 60 نفر بودن، همی وفد نجران، یک جماعتی که آمده بودن. عیسی علیه السلام که واقعیتشان رسول الله بیان کرد قبول نکرد. گفت بیاین خیلی مباهله میکنیم، هر که باطل است الله هلاکش کنه. اونا گفتن نه ما این کارو نمیکنیم. گفت خیلی نمیکنین. همین مباهله را دیگه علما هم کرده. همین مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت کرده بود. همین 100 سال پیش در دوران انگلیس خواست که یک توطئه بکند. در وقت سر هند و پاکستان و افغانستان حمله کرده بود، همین جا را اشغال کرده بود. مردم دیگه جهاد کرده رای بود علیه انگلیس. خواست که نگاه فکری مسلمانان را شکست بده، عقیدتی. یک نفر پیدا شد، غلام احمد قادیانی از هند بود، از یک ساعت در هندوستان. گفت که اون وقت پاکستان هند یکی بود. خب در مثال پاکستان بود، مربوط هند بود. گفت من نبیستم. گفت چطور؟ گفت غلام مضاف از احمد مضاف الیه، مضافش حذف شده، نام احمد است و در تورات انجیل بشارت مکه داده شده بود، اما مستم. عیسی علیه السلام گفت که و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد، نامش احمد است و نام احمد مستم. خب مردم گفت تو چی نو آوردی؟ گفت ما یک شریعت نو آوردیم که جهاد منسوخ است، جهاد نکنیم. چی کنیم؟ گفت که کتمی انگلیسا جور بین، جرامت کنیم. خوب مردم هستن. مردم گفت تو کافر بیدین آمدی که ما را غلام جور کنی، خدا نبی جور کردی. بسیاری برش ایمان آورد ولی دیگر را ردش کردن، خیستن علیش مبارزه کردن. باز علما مناظره و گپا شد، دعوای نبوت کرد. یک عالم گفت خب اگر نبی هستی، گفت خود خب معجزه باید داشته باشی. این میشه یک تندور سرخ که میکنیم، گفت تو هم خیز دیم، ما هم خیز میدم، هر کی نسوخت اونمون نبیست. او خب میفهمید که اگر خیز دیم در میگیرم و آماده نشد. این تو یک شکست دادش با هزاران نفر جمع شده بود. دمی تندور گفت تو هم خیز دیم، ما هر کی نبی بود نمیسوزه. اون گفت برو، گفت من تو کار نمیکنم. دیگه حالی هم هست یک شبکه جهانی دارن در ماهواره است. خب دعوت میتن به زبان اردو، به زبان عربی، به مختلف زبان. جماعت احمدیه در انگلستان است. خب احمدیه کسی که اونجا یک عیسوی بخواه مسلمان شد، میگه مسلمان یا میاره در دین، میگه بیا بریم این می اسلام. مرزا غلام احمد آن نبی است. تو بس یک فتنه دیگه. در کابل هم یک کس پیدا شده بود دعوای نبوت کرد که من نبیست. غیر از قربان آقا یک تا دیگه تو بود از من اطاعت کنین. این تو کسا پیدا میشه. چیزی میگه من مهدی استم، چیزی میگه من نبیستم. الله ما شما را از فتنه نجات بده. صلی الله علیه